البته این چیزی که الان میگم خیلی کلی است و تلگرافی، نمیدونم از کجا میشه آغاز کرد، اما این مشکل یک مشکل بنیادی فرهنگی است. عده‌ای هستن که اصلا معنای آزادی بیان رو نفهمیدن و قاطی میکنن با آزادی فحاشی و بددهنی و اینجور چیزها. افرادی که حالا یا عمدن یا با یه غرض خاصی یا روی واقعا نادانیشون این گونه رفتارها رو از خودشون نشون میدن و طبیعی است که این گونه رفتار برای هر کسی زننده است. اگر این افراد که خودشون رو به اصطلاح طرفدار نظام پادشاهی معرفی میکنن اما بدترین رفتار ممکنه انسانی رو میکنن، من بعضی وقتا حتی شک میبرم که نکنه این افراد واقعا افرادی هستن که عوامل خود این نظام هستن و عملا دارن این گونه کارو میکنن، یا واقعا یه بیمارن، از نظر عقلی بیمارن، چون هیچ انسان واقعا روشنفکر یا آزاده‌ای محال عقل که اینجور برخورد داشته باشن. پس اینا نه آزاده هستن، نه فرهنگ دموکراتیک سرشون میشه، نه حتی میخوام بگم یک رفتار شایسته انسانی دارن. عقلشون هم نرسه، بالاخره یه تربیتی، یه آداب رسومی. آخه این کسی که قسم میخوره به سر بچه‌هاش، چطور پدری هست که چنین الگویی رو میخواد باشه برای بچه‌هاش، چه برسه برای جامعه؟ پس بنابراین حساب این افراد کاملا جداست و واقعا جای بسی تأسف و شرم هست. منتها راه علاجش چیست؟ میدونید ما که میتونیم هر روز تمام وقتمون رو بذاریم سر این گونه افراد که با این جفنگیات و مزخرفاتشون بخوان جو رو خراب بکنن. اصلا بخواید کوچکترین اشاره‌ای به مسئله نازیسم بکنین، اصلا از نظر قانونی مرتکب جرم شدین. شما نمیتونید برید و مثلا امروز از یک برخورد فاشیستی به عنوان اینکه از یک آزادی نظر خودتون دارین استفاده میکنید، حتی تو بعضی از این کشورها استفاده کنید، چون قابل تعقیب هست، قابل تنبیه هست. تولرانس به افکار دیگران یا احترام به اصل آزادی بیان هم حدی داره. ولی مسلم بدونید که این ایده که به این ادعا میان جلو به هیچ عنوان نماینگر طرز فکر من که هیچ فکر میکنم بسیاری از طرفداران واقعی نظام نیستن، خودشون رو به اون اسم معرفی میکنن و با ماست که رفتار این افراد رو و حرفایی رو که میزنن محکوم بکنیم. واقعا نمیشه دیگه بیش از این اجازه داد که این افراد سوء استفاده بکنن از این راهی که پیدا کردن برای تبلیغ این افکار واقعا واپسگرانه و زشت و زننده شون. به هیچ طریقی نمیشه توجیه کرد و یا دفاع کرد. فعلا من قطع میکنم تا نظر دوستان رو بشنوم. مرسی.